دخترای مجرد هم دستا بیاد برو. 1 2 اونجا 3 اونجا 4. الان بگردم اون خانم که کنار اون خانم صورتیه نشستی. آره دستتون بالاست. نه کنار خانم صورتیه. خودت بله مجرد لطفا بلند شو وایسا من ببینمه. متولد چه دهه‌ای هستی آبجی؟ نه خودش متولد چه دهه‌ای هستی موندی؟ دهه 60. خیلی خوش اومدی مادر. واکر دم در مال تو بود داشتی می‌اومدی. خیلی خوش اومدی. اسمتون نه بلند شو وایسا دارم صحبت می‌کنم. گل که لغت نمی‌کنم. اسمتون چی بود؟ خانم ناهی. خانم ناهی یه سوال می‌پرسم خدا وکیلی راستش رو بگو. حقیقتش رو بگو شاید کمک از دستم بر بیاد. خدا شد من قلبم پاکه. خانم ناهی از نزدیک تا الان خواستگار دیدی؟ اشکال نداره. آخه خواستگار بیاد نزدیک ممکنه مثلا قیافت ببینه میترسه یا چیزی ولی دیگه با احتمالاً یعنی خب وایسا یعنی اصلا خواستگار نیومد. خیلی هم سعی کردیم. واقعا خواستگار خوب باشه جواب مثبت میدین؟ دوست دارید کیس مورد علاقت چه خصوصیاتی داشته باشه؟ میشه به من بگی؟ ببخشید فکر کنم من گوخور زندگی دارم. با من راحت باشم تو. دوست داری کیس مورد نظر چه گزینه‌هایی داشته باشه؟ هیچ یعنی هر کی باشه بیا پسکشو میخواد. البته نظر دامادم مهمه. پسکشو میخواد ده 60 هم پدری میکنه هم ماد. نمیخواد؟ نایی تو سر دیرم تو رو نخواد. نایی وضعیت مالی چطوره؟ خوبه؟ یعنی خونه ماشین همه چی داری؟ جدی؟ ناموسم دمت گرم. مدرک تحصیلی چی داری؟ چی؟ کارشناس چی؟ حسابداری و لیسانس گویی هم داری ولی خب همین یه پولداری اوکی. ببین الهی محسن خودت من نمیخوای. این خواست بیام من نمیخوام. پسکش نگرفتم بگیرم. آقا گرم من میخوام پسکش از استقلال نمیخوام بگیرم. عزیز من این نشسته واقعا بزرگ کنم باید کار دیگه همش هزینه دوا درمان کنم. نه عزیز آقا دست نگرم. واسه من چی میگم؟